من نیم ساعت دیگه بعد از خونه برم بیرون، ولی بیایم قبلش با هم دیگه مارشملو درست کنیم. خب احتیاج داریم به پودر ژله، نشاسته ذرت و شکر. بعد از اینکه پودر ژله رو باز کردین و حسابی گند زدین به کل آشپزخونه، 1/3 لیوان آب پر میکنین و میذارین که بجوشه، چون یادمون رفته از قبل این کارو بکنیم. یه ظرف بیارین که عمق داشته باشه و نشاسته ذرت رو توش میریزین. قاشق غذاخوری شکر به ژله اضافه میکنین. من چون این دستور پخت تو اینستاگرام دیده بودم این کار کردم، توصیهش نمیکنم. بعد حتما با یه همزن برقی شروع میکنیم به هم زدنش و یعنی میزنیم به کل کابینت. هم زدن باید یه ظرف بزرگتر انتخاب کنین که من دیر فهمیدم و بعدش ظرف رو جابجا کردم. به نظرم مهمترین نکته توی درست کردن این مارشملو اینه که خیلی زیاد هم بزنین در حدی که واقعا موادتون سفت بشه. بعد از اون با یه تخم مرغ یا هر چیزی که میتونه این حالت رو به آرد بده این شکلیشون کنین و بله همینطور که میبینین مواد من توی این قسمت حسابی شله. ولی خب دورای بعدی هم ژله بیشتر خودشو گرفت، هم قلقش بهتر دستم اومد. بره توی یخچال تا 10 دقیقه دیگه. همونطور که از قیافم مشخصه اینجا کاملا متوجه شدم که یه جای کار درست پیش نمیره. منم 10-20 جا رو گند زدم، ولی خب بریم درشون بیاریم چون اصلا شبیه چیزایی که تو اینستا میدیدم نشد. آوردمشون بیرون. یکیشو آرد میزنم روش. هم یه خانمه این کار میکرد. دور اولو گند زدیم، ولی بعد از اینکه بیخیال بیرون رفتن شدیم و پیژامه به تن کردیم مثل یک جنگجوی واقعی برگشتم و ادامه دادم. من چند تاشو تو این قالبا ریختم که نمیدونم اسمشون چیه. اون زیرشون نشاسته نداشت، یه ذره در آوردنش چندش بود، ولی بعد از اینکه در آوردم و کردمشون توی نشاسته کار در اومد.